کشورهای مسلمان چرا نتونن با همدیگه یه چنین ارتباط صمیمی و برادرانه داشته باشن؟ ولی تو زبان میگیم برادریم. بیایید در عمل با هم برادر بشیم. من در عراق رفته بودم، اونجا به برادران میگفتم چرا نباید از پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، ایران سوار قطار بشن، راحت بیان برن مکه، مدینه، نجف، کربلا، استانبول. کشورهای مسلمان چرا نتونن با همدیگه یه چنین ارتباط صمیمی و برادرانه داشته باشن؟ اون وقت اروپایی‌ها داشته باشن، ما نداشت. ما بگیم ما مسلمونیم ولی با همدیگه دعوا داریم، با همدیگه رابطه هم نداریم، ولی تو زبان میگیم برادریم. بیایید در عمل با هم برادر بشیم. ما اگر با هم چنگ به ریسمان خدا بزنیم، هیچ قدرتی نمیتونه ما رو زمین بزنه، هیچ قدرتی نمیتونه ما رو ضایع بکنه. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر ایمان بیاریم ما برتریم، اگر باور کنیم ما برتریم. الله اکبر، ربی اعلا، یعنی خدای ما بالاتره، یعنی راه ما بالاتره، یعنی عزت مال مسلمون هاست. این باید در عمل خودشو نشون بده و امیدوارم این جمع شما بتونید با همدیگه برای جوامع اسلامی یک نسخه، یه دستورالعمل، یه پیام رو ببرید، نه اینکه تفرقه و اختلاف و مسائل مختلف رو در جامعه ها پخش بکنیم و با همدیگه دعوا کنیم. جنگ با همدیگر لبه آتشه. کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها. جنگ با همدیگه لبه آتشه. خدا نجات داد و ما باید از این لبه آتش بکشیم کنار. خدا به ما کمک بکنه، دست به دست هم بدیم، هم در جوامع خودمون انسانهایی که زندگی میکنن بتونیم به زندگیشون برسیم و به عزت برسونیم و هم آن کسانی که طمع در سرزمینهای مسلمان کردن رو با عزت و قدرت بیرون کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.